گفتاری ادبیمان را سر می‌کنیم. شنوندگان محترم، ما امروز به شما رادیو انسینیرافکا از روی رمان جلال اکرامی من گناهگارم میشنوانیم. کابینتی پروکورور ریان. در سر استال کار پروکورور نشسته است، در سر استال میده جنایتکار. وی در هیجان است. بله، من گناهکارم. همه گناه از من صادر شد. گناهکار بودن یا نبودنتان را سود معین می کند. حالا مهمش آن که خودتان فکر کنید. در نزد وجدانتان اندازه گناهتان را معین کنید یا که خودتان را سفید کنید. فهمید که باعثی تا به کرسی جنایت آمده نشستن شما چی بوده است؟ این ضرور است که دویمین بار این طور خطاها صادر نشود. این کار آسان نی. این میدانید؟ میدانم، میفهمم. این کار مشکل است، لیکن این لازم است. برای کار، برای خودتان لازم است. فکر کنید. رفیق پروکورور، شما مرا وادار کردید که فکر و اندیشه کنم. همه حادثه های در این قریبی شده گذشته را با نظر حقانی دیده برایم. به این تکلیفتان صد رحمت. من کوشش میکنم که حادثه ها را بی تفصیل روی راست و صاف دلانه نقل کنم. چیزی را پنهان نکنم. این مشکل است. این خیلی مشکل است، ولی من کوشش میکنم. گوش کنید. فصل بهار، روزی استراحت بود. من همراه زنم ثریا و فرزندانم محبت و غنیجان از کنار قشلاق از دامنه ادیرها علفی آش چیده کم در هوا خورده از سیاحت برمیگشتم. به کوچه قشلاق در آمده به میدان نزد سویت قشلاق آمده بودیم که از روبرو کاتبی سویت قشلاق مختار مخصوموف می آیند. در پهلوی او زنی ناشناسی، زنی جوان زیبا و صاحب جمال. ما خواستیم که با آمده سادگان گپی نزده گذشته رویم، لیکن این به ما میسر نشد. از خدا یگان چیزی دیگر میخواستیم میشده است. حاضر به سراغ شما برآمده بودیم. من تماشا کنید که خودتان از رو بر رویمان آمده ایستادید. سلام علیکم. سلام. انشناس شوید. این کس مهمان دلخواه ما، دختری زیبا، اینسپکتر شعبه معارف رفیقه زینب کبیرا می باشند. آگاه میکنم که این آمدنشان برای تفتیش کارهای مکتب نموده، برای یاری رساندن، برای نشان دادن میتودهای نوی تعلیم و غیره و هاکذا می باشند. کبیر و اول با ثریا، بعد با انور و بچه ها واخوردی کرد. وی زنی بود خیلی جوان، نفیس و دلفریب. خوش آمدید. افسوس که روزی استراحت است، شما را به مکتب دعوت کرده نمیتوانم، لیکن اگر فرصت کم باشد. نه حاجت نه. من خودم هم همین روز آمدم که از درد سر و غوغاهای شهر اندکی آسوده شوم. من از رفیق مخصوموف خواهش کردم که از مهمانخانه‌های کلخاز برای من جای گیرن، لیکن این کس مرا ناامید کردن. کلخاز ما در حقیقت مهمانخانه بسیار خوب ساخته ایستاده است، لیکن به گمانم در این سال و ماها ساخته بود کرده نمیتوانند. هیچ باکی نه.
به خانه ما می رویم. خانه جایمان وسیع. میخوید؟ نه نه باید. تشویش چی حاجت. تشکر. معلم هم من بر این مهمان دوست. از آمدن مهمان خرسند می شوم. از بس که من مجرد هستم و در خانه کسی ندارم شما تکلیف مرا قبول نمی کنید. هرچند من زاری تولا کنم هم. مسئله همین که تکلیف مهمان نوازانه سریا خان را رد نکرده به خانه همین کس رویم. من باوری دارم که شما خرسند میشوید. بچه ها از هر دو دست زینب کشیده خنده و شوخی کنان به پیش دویدند و زینب هم مجبور شد که به آنها همراه شود. مختار با صاحبان خانه خیر خوش کرده به زینب مراجعت نمود. خیر من برمیگردم. اگر لازم شده مانم به ایداره مرحمت کنید. به خدمت تیارم. بیگاهی خانه مختار زینب بروی کت یک پهلو یازده با گزیته خود را باز می کند. رویش یا از تاثیر کنیه و یا که از گرمی خانه تفس برآورده سوخت گشته چشمان خمار و اندیشه مانندش به کدام یک نقطه دوخته شده بودند. مختار باشد بر روی خانه راست استاده به استکان کنیک ریخته می گفت: من رشک نمی کنم. من حقیقتی گپ را می گویم. از خود همان دقیقه واخوردنتان حالتی تو دیگرگون شد. زینب جواب نمی داد. گپ زن. راست نیست؟ کنی آن زنی که به من صادق و مهربان بود، کنی آن چشمای پرشوق، کنی آن لطافت و مهربانی. گپ زن. اقرار شو. من احمق که تو را به خانه وی جایگیر کردم. وی از روی استال استکانی کنیک را گرفت و به زینب دراز کرد. به سلامتی من نوش. برای عشق محبتی ما، برای آینده ما نوش. برای عشق ما، برای آینده. زینب استکان را به لبانش برده میخواست که جرعه نوشد، ولی یک بار استکان را به ستول گذاشت و از جا برخاسته نشست. مختار جان، گویید برای چی من به شما به گپ شما باور کنم؟ یک وقت خو دمی که من از دنیا بیخبر بودم شما به من اولین بار این زهر را دراز کردید و گفتید که نوش، برای آینده ما نوش. من نوشیدم. این را من هیچ فراموش نمی کنم. از آن دم تا به امروز در جایها آبهای بسیار جاری شدند و رفتند. وعده های شما هم. حالا شما بر دروغ رشک و حالت نشان می دهید. آخر نقص می دانید که باعثی به اینجا آمدن من چیست؟ به شما باز چی در کار؟ به نزدتان، به خانه تان آمدم، همراهتان نشستم و کسی دیگری ندارم. باز میگویید که من اوله بر این نه. آخر عذابهای کلفتهای به سر برده مرا هم میدانید کو. در این چند ماه من به شما چه روزخواهی را از سر نگذراندم. عزیزکم، جانکم، شیرینکم، گپ زن. دردت را گوی. گپ زنم؟ میلش، گوش کنید. من میگویم شما چنان نشان میدهید که گویا در هیجان هستید، لیکی همه این دروغ. شما دیل ندارید. شما مثل انا همین چوبی خشک بی حس. به شما آتش و حرارتی زن باشد و بس، بلکه همین آتش و حرارت را هم صرفم می روید یا نه؟ خدا می داند. از من می پرسید که انور را دوست می دارم یا نه؟ من بغیر از شما کسی دیگر را ندیده باشم چی طور دوست می دارم؟ دل من به بند کسی گرفتار نشده است و من هیچ کس را دوست نداشتم. تو گمان داری که من تو را دوست نمی دارم. تو به سخنان من باور نمی کنی. من آدم دل سخت و بی‌حساب می کنی. نباشد چرا خواهشی مرا به جا نمی آورید؟
آخر چطور می شود که من تو برین یک نونیحال را، دختری آدمی مشهور را که همه مملکت میشناسد، به خود زن کرده گیرم و انا به همین خرابات جایگیر کنم؟ نه عزیزم، صبر لازم، صبر. من اکنون دختر چنیه. شما نقص میدانید که من دختر نه. شما آبروی پدری مرا خاک کرده ایستادید. شما یک فکر کنید که بایستی به این طرف به نزد شما آمده پناه بردن من از چیست؟ مرا به اینجا وظیفه اینسپکتوری ناورده است. به من انور و مکتبی و لازم نیست. مسئله را یک طرفه کردن لازم مختار. مقصدی به اینجا آمدن شما معلوم البته. قوه جاذبه من شما رو به اینجا کشیده آمد. آدمی که دل ندارد قوه جاذبه هم ندارد. هر چی کنم آخر؟ من دخترچه بوالهوسی نادان بودم، ساده بودم. شما مرا به دام فریب خود کشیده به همین روزها انداختید. هیچ در پیش وجدانتان شرم نمی کنید؟ چرا مرا به اینجا دعوت کردید؟ چرا بیا گفتید؟ حاضر خانه دار شدن ما امکانیت ندارد. کارهای تو درست روند، از غل و غشا پاک شو. من هم از قشلاق برآمده به شهر روم. انا بعد آخر خودتو نغز میدانی که برای رسما خانه دار شدن ما توی کردن لازم است و برای توی پولی اندک مندک کفایت نمی کند. من باشم پولی کذایی ندارم. غل و غشا این چی گفتگیتان؟ یعنی که مسئله های شهری. بعد انور یا من یا انور. شما زنها را من خوب آموختم. مقصد شما همیشه هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. زینب جوابی نداد و یک بار از جا برخاست، کمزلچش را پوشید، سربندش را به سر گرفته به سوی در رفت. استید یک دم استید. دیر شد. هنوز 10 نشده است. خیر، انور در خانه است؟ نمیدانم. به مجلس پرتیوی رفته بود. راستش را گویید. انور به شما معقول شد؟ آدمی سن و بچناک را من چی کنم؟ این را گفت و زینب به کوچه برآمد و در تاریکی غایب شده رفت. مختار از پس وی گفت: خیر، پگاه شب در ساعت 7 آش پلو را تیار کرده میمانم.